مفصل‌های فوتبال اروپایی هم به انجام شوی نزدیک شدند که این از اوج گرفتن کار در بازار ترانسفری سبب می شود. با عرض سلام به کل شما تماشاچیان عزیز، از جالبترین موضوع ترانسفری را منظورتان می‌گردانیم. امروز ما از دسته گلزنکیرخن آلمانی شروع میکنیم. شالکه هرچند که از بوندسلیگای آلمانی به چمپیونات پایان‌تر هم نرفته باشد، ولی 14 باخت پیامی تیم مذکور کبودپوشان را به شمول بدبخت‌ترین دسته ها شامل نمود. همزمان سنه 1 ایول نیم حمایتگر سمت راست دانیل کالیجوری 32 ساله چون فوتبالباز آزاد از شالکه به آوکسبورگ آمد. ارزش فوتبالباز زاده ویلینگن شوینینگ 4 میلیون یورو می باشد. همچنین نوری شاخین 31 ساله از وردر به باشگاه ماند. نفری که هنوز سنه 31 آگوست سال 2018 برای عوض 1 میلیون از دورتموند به وردر آمده بود، در حالی که ارزش این بازیگر 4.5 میلیون را تشکیل میداد. نوری شاخین در طول مسند ورزشی خویش همچنین در تیم‌های رئال مادرید، فینورد و لیورپول کسب تجربه کرده است. در موسم 19-20 نوری 16 بار با پیرانی وردر به میدان آمده، یگان گل هم نزده است. وردر باشد تنها تاریخ بازی حذفی از افتیش به بوندسلیگای دوم خود را نجات داده بود. آندری دودا با انجام مهلت اجاره از نورویچ به گرتا برگشت نمود و این کار هم سنه 11 ایول صورت گرفت. این نیم حمایتگر هجومکار 25 ساله کارنامه ورزشی خویش را از تیم کوشیسه اسلواکی آغاز نموده، سپس در تیم‌های لیگ پولشا و گرتای برلین هنرنمایی کرده است. 729 دقیقه از 10 بازی خویش را در پرمیر لیگ انگلیا دودا در نورویچ بدون یگان عملی نتیجه بخش انجام داده است. علاوه‌اً باید گفت که چند پیش نورویچ نخستین دسته گردید که روی چمپیونشیپ را پیش گرفته بود. دسته تا 23 ساله یوونتوس باشد با فروش استفی مویدیدی 22 ساله به مونپلیه فرانسوی زیاده از 6 میلیون یورو کار کرد. مویدیدی در موسم جاری از 24 بازی به میدان برآمده‌اش 5 گل و 1 پاس گل‌آور در آمار دارد. مویدیدی اصلا دستپروری اکادمی آرسنال لندن بوده، در فرانسه همچنین شرف دیژان را هم حمایت نموده است. مونپلیه اگر که بازیگری نوش را با 6.3 خریده بود، نیتس از لیون امینی گوری را با ارزش 7 میلیون یورو خودی کرد. این حمله‌آور الجزایری تباری فرانسوی که 20 سال دارد در موسم 19-20 لیگ یکم تنها یک بازی گذرانیده و در لیگ قهرمانان اویفا میان جوانان باشد 3 گل از 4 بازی دارد. برای تیم دیگری لیگ یکم فرانسه باشد بازیگر از چمپیونات مکزیک لازم شده است. همین طریق سنت اتین تیموته کالازیچک را از تیگرس بر عوض 4.5 میلیون یورو به دست آورد. کالازیچک در گذشته شرف تیم‌های لانس، لیون، نیتسا و سویلیا و منخنگلادباخ را حمایت می‌کرد. محض 2 سال پیش از مکزیک در سنت اتین به اجاره آورده شده بود. اکنون باشد بازیگر لهستانی فرانسوی را نمایندگان لیگ یکم بازپس آوردند. حمله‌آور 34 ساله منتخب خرواتیا ماریو مانجوکیچ باشد عین حال به باشگاه است. پس از آنی که در تیم قطری آلدو هایل کارش قرار نگرفت، مانجوکیچ را که ماه ژانویه همین سال یوونتوس برای عوض 10 میلیون یورو به قطر فروخته بود، همچنین در دسته‌های اتلتیکو و باواریا هم بازی نموده و سزاوار چندین جایزه‌های قهرمانی هم شده است. اینجا میتوان البته که غالبیت لیگ قهرمان‌ها با باواریا را در موسم سال‌های 12-13 نام برد. این حال باشد سامانه ترانسمارکت ارزش ماریو را 4 میلیون میگوید. اگر از ترانسفری انجام شده قیمت‌تری در ماه ایول حرف زنیم، اینجا البته که سفری 12 میلیونی مارتین تریر از لیون به ریمز است. وینگر چپ المپیک لیون موسم برمل انجام شده لیگ یکم فرانسه را در صف لیون با 1 گل و 2 پاس گل‌آور در 24 بازی ختم کرده است. پیشتر باشد این فرانسوی 23 ساله در دسته‌های لیل و استراسبورگ هم میدانداری کرده است. در بوندسلیگا باشد موسیقیچیان از وردر پس از نجات از غوطیدن به بوندسلیگای دوم به خود اجازه دادند تا در خریداری لیوناردو بیتنکورت از هوفنهایم 7 میلیون یورو مصرف نمایند. این نیم حمایتگر هجومکار 26 ساله که شهروندی آلمان را دارد، موسم انجام شده 19-20 را در آلمان با 4 گل و 2 پاس گل‌آور در 29 بازی خاتمه داده است. بازیگر مذکور از هوفنهایم ماه سپتامبر سال 2019 بر عوض 600,000 یورو به اجاره آمد و با همین در برمن خودی گردید.
حمله‌ور 31 ساله فرانکو دی سانتو باشد در این میان یک پرواز بدون هده‌داری از تیم اتلتیکو مینیرو به سان لورنسو آرژانتین نمود. پرورده مندوزا آرژانتینی در موسم فوتبالی 2021 در صف اتلتیکوی برزیلی تنها 2 بازی گذرانیده و اکنون چون فوتبال بازی آزاد به تیم وطنی می‌رود. نامبرده مسند ورزشی خویش را از تیم چیلگی اوداکس ایتالیانو شروع نموده، سپس در تیم‌های چلسی، بلکبرن روورز، ویگان، وردر، شالکه و رایو والکانو ادامه فوتبال بازی نموده است. نمایش ارگنالی فوتبال بازان نو ترندی چندین ساله است که با مرور زمان سیمای نو میگیرد. این کار با لاریان دسته که 91 لیگ دو را پیروز آمده است. انیقترش پس از 28 دور در موقع دوم روی کار آمد. لاریان یک فوتبال باز را از سمالیات پرداخت و دیگرش را تگ آب نمود. کلین برای نمایش در شبکه‌های اجتماعی بود. اکنون باشگاه به دیویزیون عالی آمادگی می‌بیند و با همین مقصد دسته مذکور ترانسفری رکوردی را برایش عملی نمود. آنها برای خریداری ادریان گریپیچ استریایی از کلرمون، نفری که 10 گل زده است، 9 میلیون یورو پرداخت نمودند. 1 میلیون دیگر باید به شکل لیورپولیا پرداخت شود. مدیا کمپانی لاریان نشان داد که چطور فوروارد نوخرید از آسمان می‌فراید. نمایش کانتن بواگارا که از تولوز آمده است جالبتر از دیگرش به میان آمد. نیم حمایتگر با اکوالانگ تگ آبشینو نموده در بندری نزدیک به شهر لاریان روی آب برآمد. و باز یک حکایه دیگر که چطور جاسوس شتفان دیاره را تعقیب میکند. هرچند که روی بازیگران تنها در زمین نشان داده می شود، ولی جالب است وقتی که در لاریان از هوا تنها فوتبال بازان می‌فرایند و به خاطر بازی نمودن در هیئت دسته نوکار لیگ یکم تگ آب هم در ساحل‌های غربی فرانسه شنا می‌کنند. لیپزیگ باشد فوروارد زالتسبورگ خوان خیچخان را خریداری نموده، برایش رقم 11 ورن را تقدیم نمود. این فوروارد 24 ساله منتخب کره جنوبی با ردبول آلمانی قرارداد مهلتش تا سال 2025 امضا نموده. در 27 بازی چمپیونات آستریا از روی سیستم گل جمعی پاس 24 گل گرفته است. در 6 بازی لیگ قهرمان‌ها باشد او 3 گل و 5 پاس گل‌آور در آمار دارد. گزارش از بوندسلیگای آستریایی با بوندسلیگای آلمانی خود یک قدم استوار به پیش است و در این ارتباط البته که خشتباری ردبول زالتسبورگ با ردبول لیپزیگ هم تاثیررسان بود. همزمان در فرانت مربیان هم تغییرات کم نیستند. مانوئل پلگرینی بیتیس را به راهبری قبول نمود و شرطنامه سابق مربی ریال و منسیتی با بادرینگو تا سال 2023 مهلت دارد. این متخصص چیلگی 66 ساله از موسم نو به کار خویش شروع نموده. پیشتر باشد مربی در تیم‌های ویلیاریال، ریال، مالاگا، منچستر سیتی و وست هم کار کرده بود. از ژاپنیای روسیه تنها میتوان خونده را به یاد آورد و با امضاکنی قرارداد همکاری نیم حمایتگر منتخب ژاپن خاسیموتو با رستوو میتوان از درخش ژاپنی دیگر در فوتبال روسیه هم پیشگویی نمود. نیم حمایتگر تکیه‌گاهی تیم توکیو میتواند که فوتبال بازی رستوو شود. در این باره خدمات مطبوعاتی باشگاه روسیه هم خبر داده گفت که رستوو و توکیو در خصوص گزارش این فوتبال بازی 26 ساله با موافقه رسیدند. در صف توکیو خاسیموتو 164 بازی نموده و 17 گل و 6 پاس گل‌آور نیز در آمار دارد. و برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را با گزارش سابق فوتبالباز چلسی به برزیلیا انجام می‌بخشیم. غالب لیگ قهرمانان در صف چلسی سالامون کالو به صفت فوتبالباز آزاد از گرتا به باتافوگو برزیلی گذشت. باشگاه پیشین کالو 33 ساله باشد. گرتا بوده در موسم 19-20 این افریقایی 5 بازی گذرانده 1 گل هم زده است. خیر تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.